سیوم، درباره دیگر نقصان و کمی های این رساله مختصر می گویم. ممکن بود که حجم رساله را کلان نکرده در داخل همین حجم مضمون و مقصدهای مهم را علاوه و افاده کرده شود. چنانچه مناسبت و سیاست امیر با روسیه امپراتوری، تأثیر سرمایه تجارتی و صناعتی روسیه در بخارا، پیدا شدن جدیدها، مناسبت و معامله امیر در حق جدیدها، مناسبت و علاقه امیر با جماعهای تجار، ملا و مثل این بیان بسیار موقعهای مهم را در این رساله دیده نمی شود. درست است که این رساله تاریخ انقلاب بخارا نیست، لیکن دانستن زندگانی امیر و دوره امارتش به دانستن این مسئله ها تاریک و پوشیده می ماند. مأخذهایی که مؤلف استفاده نموده است خیلی محدود است. ممکن بود که از آثار روسی و فارسی مأخذهای دیگر نیز استفاده کرده شود و از کسانی که از مسئله ها و واقعه ها خوب خبر دارند پرسیده استفاده کرده شود و رساله را از جهت مضمون بهتر و پرتر کرده شود. در روزهای آخری دور امارت امیر فراری در فاصله بین واقعه کالسوف و انقلاب سپتامبر سال 1920 نفوذ و اعتبار تجار و ملا در اداره حکومت امیر خیلی زیاد شد. در این رساله این موقعهای مهم که از نقطه نظر صنفی سیاسی اهمیت کلان دارد نیز فراموش شده است. قاضی برهان‌الدین در یکی از عرضه‌های خود به امیر می نویسد که تصدق شوم امروز سه‌شنبه مقدار 20 نفر کلانان یهودیان همراه بی کاروانباشی و حاجی جوربک تقصبا و یوسف بای تقصبا، پرشبک میراخور و حضور غلام دعاگوی آمده جماعه یهودیان گریسته جناب اعلی حضرتم را دعا کرده بسیار التماس نمودند که هرچی یافته ایم از شرافت دولت جناب عالی یافته ایم، دعا نموده گشته ایم، کمترین رعیت دولت عالی هستیم. احوال ما و حضرت ما معلوم است که از ما جماعه به عسکری دولتخانه خداداد لیاقت عسکری ندارند. امید میکنیم که تحفه های غلامی مایان 1.5 میلیون سوم در بدل عسکری به دولتخانه به درجه قبول رسد. ملا عابد کلابی در تحفه الاساکیر نام رساله خود می نویسد که باید که به علم خود و یا کلانزادگی خود و یا به بای بچگی و یا به دیگر اعتبارات دنیایی غره نشویم و به تکبر همه طالب خدمت پادشاه شویم، داخل و قطار عسکری پرظفر شویم. در تحت بیرق امیرالمؤمنین جنرال ها، افسرهای عکس انقلابی روسیه، علمای دین، مشایخ اعظام، تجارت پناه‌های اولیاء الاحترام، بایهای از ترکستان شورای گریختگی روس، یهود و مسلمان یک اینترنشنال صنفی تشکیل نموده بودند. تجارهای کلان بخارا از مسلمان و یهود در بابت مستحکم کردن قوت مدافعی امیر کوشش می‌کردند. دسته‌های مخصوصی عسکری از طرف تجار و علما تشکیل یافته بود. علما و تجار مسلح و آماده مبارزه بودند. این قسم‌های مهم دور امارت امیر که از جهت دانستن سیاست صنفی حکومتی امیر اهمیت بسیار دارد درست تحلیل و تصویر کرده نشده است. با وجود این همه نقصان‌هایی که عرض کردیم، این رساله از جهت موضوع خود مهم است. خواننده را تا یک اندازه با زندگانی امیر و اطرافیانش آشنا می‌کند. ما امیدواریم که نویسندگان جوان ما در آینده این قسم تاریکی تاریخ بخارا را موافق اساسهای مارکسیستی و صنفی تحلیل خواهند کرد و بسیار نقطه‌های مهم را کشف و آشکار خواهند نمود. محی الدینوف.